خب تو دور جامعه کاربردی و رله و حفاظت هستیم که حالا ما میایم و هر دفعه یه قسمت هایی رو با هم دیگه میبریم جلو. تو حالا خب رله حفاظت، رله های آور کارنت، ارفال، دی اف، دی او سی و باسپا پروتکشن رو در خدمتون بودم و حالا خیلی رله دیگه هست که در ادامه باید این حالا کامل یاد بگیریم. همیشه هم دوست ندارم که به صورت در واقع تئوری باشه، چون اگه ما فقط بشینیم بیایم فقط رله حرف از رله بزنیم خب اصلا خسته کننده میشه. برای همین من دوست دارم که بین مباحث تئوریمون مباحث ستینگ رو در خدمتتون باشم که امروز یه مقداری اومدیم و ستینگ کار کردیم. دفعه قبل اومدیم یه سری کار کردم با رله ها و طریقه وصل شدن به رله مایکام رو اومدیم کار کردیم، هرچند که کانفیگش رو هنوز در مورد صحبت نکردیم، ولی اینکه حالا چجوری به رله وصل بشیم و کابلاش چیه و طریقه در واقع وصل شدن و نصب نرم افزار و درایور ایناش خیلی مهم بود که حتما بایستی درایورای هر رله نصب بشه، نرم افزارش نصب بشه، کابلش اوکی باشه. و حالا در روزهای آینده یه مقدار در مورد حوادث صحبت میکنم، اینم خیلی در واقع مبحث شیرین و قشنگیه. در مورد نقش خانه صحبت خواهیم کرد. امروز تصمیم دارم که در واقع بیایم و یه مقداری هم اصلا بریم بحث تست رو شروع کنیم، چون خیلی میدونم دوستان علاقه مندن و اصلا دوست دارم به نهایتش اینا میخوام برن تست انجام بدن و خیلی خوبه که ما بین این مباحث فقط تئوری کار نکنیم و یه مقداری از همه سرفصل‌ها، یعنی تمام این سرفصل‌ها رو با توجه به تئوریایی که میایم میخونیم و کار میکنیم تا اونجا که میشه سرفصل‌های عملی رو هم استارتش رو بزنیم که دوستان براشون جذاب‌تر باشه مطلب و توی یادگیریشون هم بهتر باشه. خب توی این جلسه، توی این قسمت من میخوام خدمتتون دستگاه تست وب رو آموزش بدم. دوستان همه این دستگاه رو میدونن، واقعا دستگاه خوبیه، نمیخوام تبلیغ این دستگاه رو بکنم چون اصلا نیازی به تبلیغ من نداره، اینقدر کارشون خوب بوده و اطلاع رسانی و عرضم به خدمتتون که بخوان در واقع مشکلات مشتریاشون رو در واقع برطرف بکنن. 24 شما بهشون تلفن بزنید، بهتون هر مشکلتون نرم افزار داشته باشید نحوه تست نول همه رو بهتون میگن. و خودم بارها شده شب نصف شب تو پست گیر کردم که مشکلی نمیدونستم، یک جایی از نرم افزار رو بلد نبودم ازش استفاده بکنم، خب راهنماییمون میکردن و خب کارشون هم خیلی خوبه. و قبلا هم ما فقط یه دستگاه تست خیلی قوی که داشتیم آمیکرون بود، یه دونه داشتیم تو شرکتمون که خب اینم دستی یه نفر بود و فقط هم اون باش کار میکرد. خیلی مثلا هر از گاهی مثلا ما میتونستیم این دستگاه رو مثلا بگیریم بریم خودمون یه تستی انجام بدیم. بیشتر مثلا با اسوریکر کار میکردیم، با فرجا کار میکردیم، اینا دستگاه خوبی بودن به صورت لوکالی، یعنی شما خیلی راحت میتونین جریان تزریق کنین سریع. خوب فرجا مخصوصا فرجا سریع میتونستیم جریان، یه LCD داشت، شاید دوستان کار کرده باشن، یه LCD داشت، یه ولوم داشت، حرکت میکردیم باش، مقادیر جریان ها ولتاژ رو سریع تنظیم میکردیم، روش دکمه استارت داشت تزریق میکردیم، استاپ داشت، تستامون رو انجام میدادیم لوکالی. بعد دیگه بحث این شد که بتونن اصلا ما بتونیم با نرم افزار به این دستگاه وصل بشیم و از طریق نرم افزار تستمون رو انجام بدیم، بتونیم ریپورت بگیریم، بتونیم تصاویر رو داشته باشیم، بتونیم جاهای مختلف تستمون رو بصری ببینیم، با نرم افزار پلن درست بکنیم که خب اینا در واقع آمیکرون خیلی قوی بود تو این زمینه و کار میکرد دیگه. آمیکرون البته پنل هم داشت ولی خب اکثرا نمیخریدن که بتونن به صورت فیزیکی باش کار بکنن، اکثرا میمودن و دیگه با نرم افزار به این دستگاه وصل میشدن و کار میکردن. فرجا هم که ما داشتیم هم پنل داشت، خب پنلش خیلی قوی بود ولی نرم افزار خوبی نبود و ما اکثرا ارور میگرفتیم. بعد خب دستگاه وب کو اومد که دستگاه وب کو دوستان
کپیه، یعنی نگه بگم دوستان کپی کردن، نه، اومدن و ظاهر نرم افزارشون و دستگاهشون رو کاملا شبیه رله آمیکرون ساختن و شما اگر که رله آمیکرون دستگاه آمیکرون ساختن و شما اگر مثلا با آمیکرون کار کرده باشید میتونید با وبکو کار کنید به راحتی، یا برعکس اگه با وبکو کار کنید، اگه یه جا مثلا آمیکرون داشتید خیلی راحت میتونید با آمیکرون هم کار کنید، چون خیلی از لحاظ محیط نرم افزاری به هم شبیه هستش و واقعا برابری میکنه با آمیکرون. در یه جایی واقعا خیلی خوب عمل کرده و نسبت به قبلم خیلی بهتر شده، چون ما مثلا موقع اوایل که با وبکو کار میکردیم خیلی گیر میکرد، میومد بیرون، هنگ میکرد، هی به مرور زمان هی نارا چیکار کردن سریع برطرفش کردن و تیم خیلی قوی داشته توی این زمینه و خوب کار کرد و میگم نیاز به تبلیغ کسی ندارن چون واقعا کارشون اوکی است و همه دوستانم با دستگاه وبکو ظاهرا کار کردن و کار خواهند کرد. حالا امروز میخوایم و بیایم و دستگاه وبکو رو در واقع آموزشش رو با هم دیگه کار کنیم. دستگاه وبکو توی سایتش دوستان منابع آموزششون خیلی قویه، شما هر جایی از این نرم افزاره که سوال داشته باشید فیلماشو دارن و شما میتونید برید توی سایت دانلود کنید و در واقع ببینید و بتونید باش کار بکنید و پیشنهاد میکنم که حتما این کارم انجام بدید که قسمت‌های مختلف این نرم افزار رو بتونید باش آشنایی داشته باشید. هدف ما اینه که بیایم و به صورت کاربردی تر مربوط به تست بیایم با این نرم افزار کار بکنیم، وگرنه خود اون در واقع سایت وبکو آموزش‌های خیلی کاملی رو روی این سایتشون دارن و شما میتونید برید و فیلم‌هاش، PDF-هاش و همه رو بیاین دانلود کنید و اگر جای سوال داشتید ببینید و متوجه بشید. خب چیزی که الان در واقع ما میخوایم در موردش صحبت کنیم، اول از هر چیزی مثل همون قبل که گفتم خدمتتون، ما اگه بخوایم کانفیگ و رله و ستینگ و اینا رو کار کنیم باید بتونیم به رله وصل بشیم. اگر من نتونم به رله وصل بشم با کامپیوتر، چجوری میخوام ستینگ انجام بدم؟ چجوری میتونم تست انجام بدم؟ پس اولین و مهمترین عامل توی کار اینه که ما بتونیم به رله وصل بشیم. توی وبکو هم همینطور، شما باید بتونید به وبکو در واقع وصل بشید، کانکت بشید و همه چی مهیا کنید برای تستتون. بعد که این کار رو انجام دادید حالا میتونید برید و تستای لازم رو چیکار کنید؟ انجام بدید. برای همین ما اول میایم و فیزیک در واقع دستگاه وبکو رو خدمتتون میگم. این شماتیک پشتشه که در واقع شماتیک پشت دستگاه وبکو هستش. حالا اینجا کمی زوم تر کردیم. این بغل در واقع دستگاه وبکوه که خب سریال نامبر ایناش اینجاست که حالا اینا هم ما باش کار داریم و این هم روبروی در واقع دستگاه تست وبکوه که حالا من میخوام این حالا دونه دونه یه توضیح مختصری در موردش بدم که دوستان در جریانش قرار بگیرن و بعد بیایم بگیم نرم افزارش رو نصب میکنیم و بعد طریقه نصب شدن و وصل شدن به دستگاه و بریم یه روم آورکارنت ببینیم اصلا ما میخوایم یه رله آورکارنت تست کنیم بعد چی کار انجام بدیم و یه مقداری هم در مورد تست رله آورکارنت در خدمتتون باشه. خب ببینید اینجا پشت دستگاه وبکو هستش. خب دیگه نیاز به توضیح نیست، اینجا پاورش، اینجا شما سیم برقش رو وصل کنید، اینجا بس دستگاه رو حتما به زمین وصل کنید. نیازه چرا ما تو پستمون اتصال کوتاه ممکنه اتفاق بیفته، جریان گردشی داریم، نمیدونم پارازیت و نویز زیاد داریم، پس ارت دستگاه رو حتما دوستان متصل بکنن. پاور دستگاه هم که وصل کردن ترجیحاً از طریق محافظ، یعنی محافظ داشته باشن
و پاور دستگاه رو به محافظ بزنن و در واقع اینجا بیان و دکمه پاورش که یک کنید این روشن میشه، این دستگاه روشن میشه. پس یه ارت بعد ما وصل بکنیم که حالا من اینجا ارتشو وصل کردم و کابلش هم که وصل کردم. حالا برای اینکه بخوایم وصل بشیم به این دستگاه دو تا راه داریم دوستان. یا از طریق کابل شبکه میتونیم وصل بشیم یا از طریق وای فای که من خودم ترجیح میدم از طریق وای فای بهش متصل بشم. اگر خواستید اینجا یه دونه من زومش بکنم یه پین یه سویچ در واقع پشت وبکو هستش که اگر بالا باشه وای فای حالت وای فای، اگه بزنید پایین از حالت لن یعنی با کابل شبکه‌تون میزنید اینجا داخل لن و از طریق کابل شبکه متصل میشید اگه حالت لن باشید. اگه هم که نخواستید بدون سیم خواستید کار کنید میزنیدش حالت وای فای. پس اینجا چیز خاصی دیگه ما اینجا فعلا باش کار نداریم. ارتشو وصل کردیم، پاورش هم وصل کردیم، اینم حالت وای فای میذاریم و میخوایم بریم به دستگاه رو روشنش کنیم و حالا دستگاه رو روشن میکنیم و دستگاه روشن میشه و موقعی که میذاریمش روی وای فای دوستان یه مودم داخل این دستگاه هست که وقتی شما میذارین رو حالت وای فای این مودم روشن میشه همزمان. مودم که روشن شد خب یه وای فای روشه دیگه فعال میشه. ما از طریق وای فایی که هست میایم و به این دستگاه متصل میشه. یه مقداری هم طول میکشه، ممکنه حتی 1 دقیقه یا شاید بیشتر طول بکشه تا این مودمی که داخل این وبکو کامل بوت بشه بالا بیاد و شما بتونید لیستش رو توی وای فای هاتون ببینید. خب پس این از پشت دستگاه که خدمتتون توضیح دادم. بغل دستگاه دوستان هر دستگاهی که شما خریداری میکنی یه سریال نامبری داره. حالا من اومدم اینجا سریال نامبرشو چون حالا بالاخره مال شخصیه و حالا شاید کسی نخواد بدون این سریال نامبر چنده، من این بقیه رو اومدم 3 تا زدم ولی سریال نامبرشون 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 تا رقمه که اصلا برای چی من این سریال نامبر رو اومدم براتون گذاشتم. چون موقعی که میایم اونجا وای فایش رو روشن کردیم، در این دستگاه رو روشن کردیم، وای فایش میاد بالا و توی کامپیوتر من میام لیست وای فای یا ما میخوام اینجا بیام بهش کانکت بشم. اینجا بعد از 1 دقیقه در واقع وبکو وای فایش که روشن شد مشخص میشه تا میخوام بهش کانکت بشم پسورد از من میخواد. پسوردش دوستان همین سریال نامبری هستش که بغل دستگاه هست. شما این سریال نامبر هر چی هست وارد میکنید کانکت میشید. پس پسورد وای فای در واقع وبکو همون سریال نامبرش هست که در واقع داره. مورد دیگه ای که شما از توی این سریال نامبر میتونید در واقع استفاده کنید 2 رقم آخرش یا حالا 3 رقم آخرشه. خب که اکثرا 2 رقمش استفاده میکنن. الان اینجا 2 رقم آخر 98 یعنی آی پیه. چون ببینید الان من میخوام با وای فای بهش وصل بشم یا میخوام از طریق کابل بهش وصل بشم. کابل هم شما باید از طریق آی پی بهش وصل بشید دیگه. یعنی من کامپیوترم یه آی پی داره، عرضم به خدمتتون وبکو هم یه آی پی داره. ما این حالا میام توی رنج شبکه تنظیم میکنیم و من به آی پی از طریق کامپیوترم به آی پی وبکو متصل میشم که آی پی وبکو الان چنده؟ شماره آخریش عرضم به خدمتتون 98. خب عرضم به خدمتتون که پس این تا اینجا. من دوستان یه لحظه یه تماس تلفنی داشتم ببینم